منطقه حفاظت شده سبزکو در استان چهارمحال و بختیاری بین 31+27 تا 31+52 ارض شمالی و 50+20 تا 51+9 طول شرقی واقع شده و مساحت آن 54291 هکتار است. پوشش گیاهی آن بلوط، پسته وحشی، آلبالوی وحشی، ارس، ارژن، زالزالک و گرامینه است. موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده سبزکو بین شهرستان‌های بروجین، لردگان و اردل واقع شده است که در سال 1365 منطقه شکار ممنوع و در سال 1369 منطقه حفاظت شده اعلام شد. منطقه مذکور در 135 کیلومتری شهر کرد واقع شده است. سیمای طبیعی منطقه کاملا کوهستانی است و حداکثر ارتفاع آن 3870 متر از سطح دریا و دارای دره‌های عمیق، آبشارهای متعدد و آب و هوایی متنوع می باشد. پوشش گیاهی بالغ بر 25,000 هکتار از این منطقه است که پوشیده از جنگل‌های بلوط و سایر گونه‌های درختی است. از نقاط دیدنی و گردشگری این منطقه میتوان به چشمه تنگ زندان و آبشار آن با ارتفاع بیش از 100 متر و روستای دورک شاپوری با باغات انبوه انار اشاره کرد.